حدیث نمبر 21. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تباغضوا، بغض نکنین، یعنی با همراه یکی دیگه‌تان بغض و عداوت کینه نداشته باشین. یک مسلمان با مسلمان دیگه باید بغض و کینه نداشته باشن. ولا تحاسدوا، و حسادت هم نکنین. که حسادت چی است؟ که زوال مال یک کسی دیگه طلب نکنین. و کونوا عباد الله اخوانا، و باشین بنده های الله برادر یکی دیگر. متفق علیه. این حدیث به اتفاق بخاری و مسلم روایت شده. از این ما شما درس میگیریم که در اسلام بغض ورزیدن، کینه ورزیدن به دیگران بسیار زشت است. و همچنان حسادت، و حسادتی است که یک نفر میخواه که یک کسی یک نعمت الله برش داده، میخواه که همون نعمت از او چی شود؟ از بین بره. این حسادت میگه. بناهن این دو عمل زشت است. انسان مسلمان باید بغض و کینه و حسادت نداشته باشه و انسان مسلمان باید مثل برادر و خواهر با هم زندگی بکنن. السلام علیکم.